خاموش شد، فکر کنم سوخت. خاموش شد داشت. این از مهمترین تست ضد آب بودن گالاکسی اس 25 اولترا. 5 4 3 2 1. خاموش شد، فکر کنم سوخت. جدیدترین گوشی‌های توی بازار مثل 16 پرو مکس یا حتی S25 اولترا گواهی IP68 دارن، ولی این IP68 بر اساس استانداردهای آزمایشگاهیه، یعنی اینکه توی عمق 1.5 متر به مدت نیم ساعت ضد آبن، ولی آبی که شور نباشه و اینکه کلور و این داستانا هم نداشته باشه. دیگه شما از یه ساعت 2-3 میلیونی یا 4-5 میلیونی هم حتی نمیتونین انتظار داشته باشین که با اینکه نوشته IP68 ولی کاملا ضد آب باشه. زمانی که اون گوشی‌های معروف روشون نوشته IP68 ولی ضد آب نیستن، اینا که دیگه مثلا. اگه دنبال آنباکس معرفی ساعت هوشمند و ایرپاد هستی و دنبال اینی که ترفنداشون رو یاد بگیری، حتما پیجمو فالو کن. خیلی مخلصیم.